احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، الله همه شما را نگهبان باشد. از الله متعال می خواهم که گناهان ما و شما را در دنیا و آخرت پنهان کند. این آخرین نشست ما از این برنامه می باشد. ما درباره غفلت، پیامدها، سببها و درمان آن صحبت کردیم. فکر کردم بهتر است که صحبتمان را با یک درمان قوی غفلت و دیگر دردهای ظاهری و باطنی مان انجام دهم. آن توبه و بازگشت به سوی الله و طلب آمرزش از الله می باشد. آره، یگانه راه نجات از این درد و هر درد دیگر توبه است. همه فرزندان آدم خطاکار هستند و بهترین خطا کنندگان توبه کنندگان می باشند. توبه حقیقت دین اسلام است. تمام بخش های دین در تحت نام توبه جمع می شوند. اسلام، ایمان و احسان همه زیر نام توبه جمع می شوند. به همین خاطر الله اهل توبه را دوست می دارد. به درستی که الله توبه کنندگان را دوست می دارد و پاک شوندگان را دوست می دارد. بیشتری مردم ماهیت اصلی توبه را نمی دانند و قدر و شأن و شرف آن را نمی دانند، بجز بعضی از افرادی که الله به آنها رحم کرده است. الله تعالی می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی الله به یک باره توبه خالص کنید. و ای مؤمنان، همه یک جا به سوی الله توبه کنید، شاید که رستگار شوید. الله نگفته است توبه کنید ای بندگان گناهکار یا ای بندگان کوتاهی کرده، بلکه گفته است و ای مؤمنان، همه یک جا به سوی الله توبه کنید، شاید که رستگار شوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روز 100 بار از درگاه خداوند توبه می‌کردند و استغفار می‌کردند. در روایت آمده است که زیاده از 70 بار طلب مغفرت می‌کردند، در حالی که تمام گناه‌های قبلی و بعدی آن حضرت صلی الله علیه و سلم بخشیده شده بود. توبه هر اندازه‌ای که گناهانت بزرگ و زیاد شده باشند، به درگاه الله بیا و با فروتنی و تواضع و با اظهار محبت و نیازمندیت و توبه و استغفار در نزد الله است و یقین داشته باش که هر لحظه، چی شب و چی روز، الله از توبه و بازگشت شما به سوی او خوشحال می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر شما گناه نمی کردید، الله به جای شما بندگانی را می آورد که گناه می کردند و سپس توبه می کردند و الله آنها را می بخشید. در حدیثی که
در صحیحین روایت شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بنده گناه کرد و گفت پروردگارا گناه مرا ببخش. پس الله تعالی فرمود بنده ام گناه کرد و سپس دانست که پروردگار دارد که گناهان را می بخشد و به خاطر گناهان مجازات می کند. پس باز گناه کرد و گفت پروردگارا گناه مرا ببخش. الله تعالی فرمود بنده ام گناه کرد و سپس دانست که پروردگار دارد که گناهان را می بخشد و به خاطر گناهان مجازات می کند. پس باز گناه کرد و گفت پروردگارا گناه مرا ببخش. الله تعالی می فرماید بنده ام گناه کرد و سپس دانست که پروردگار دارد که گناهان را می بخشد و به خاطر گناهان مجازات می کند. من بنده ام را بخشیدم پس هر کاری می خواهد بکند. اما نباید این حدیث را نادرست فهمیم، زیرا تنها انسان خار و ذلیل گشته جرأت می کند که گناه کند. معنی حدیث چنین است که بنده پس از صادر کردن گناه به سوی الله توبه می کند، ولی از جهت بندگی و ضعف خود در برابر نفسش باز به گناه دست می زند و از این سبب دلش به درد می آید و از چشمانش اشک جاری می شود و بدنش می لرزد و دوباره توبه کرده به سوی الله باز می گردد. از توبه کردن خسته نشو، بدون که الله از بخشیدن خسته نمی شود، بلکه شما از گناه خسته نشوید. هر وقتی که گناه کردی، هرگاه به دام گناه افتادی، برخیز و توبه کن و به سوی الله رو بیاور و گناهان خود را با اشک توبه و پشیمانی بشوی و یقین داشته باش که الله سبحانه و تعالی از این کارت شاد می شود. در حدیث قدسی الله تعالی می فرماید من بر اساس گمانی که بنده ام نسبت به من دارد با او رفتار می کنم. هنگامی که مرا یاد کند من با او هستم. اگر مرا در تنهایی یاد کند من را تنها یاد می کنم و اگر مرا در میان جمع یاد کرد من را در میان جمع بهتر از آن یاد خواهم کرد. اگر به اندازه یک وجب به من نزدیک شود من به اندازه یک ذراع به او نزدیک می شوم و به اندازه یک ذراع به من نزدیک شود من به اندازه فاصله باز کردن دو دست به او نزدیک می شوم. اگر قدم زنان به سوی من آید من دوان دوان به سوی او خواهم آمد. الله تعالی می فرماید ای فرزند آدم تا زمانی که مرا دعا می کنی و به من امید داری چقدر و چی گناهی کرده باشی می بخشم. ای فرزند آدم اگرچه گناهانت به اندازه بزرگ و زیاد باشد که به ابرهای آسمان برسد و سپس از من آمرزش بخواهی و توبه کنی تو را می بخشم و به گناهانت توجه نمی کنم. ای فرزند آدم اگر با گناههای مثل پوری زمین نزد من بیایی ولی هیچ چیز را و هیچ کس را شریک من نکرده باشی من با همین اندازه مغفرت و آمرزش نزد تو خواهم آمد. ای خدایی که چون توبه کنم مرا می بخشد، اگر گناه کنم مرا امید می بخشد، وقتی روی گردانم مرا به سوی خودش می خواند، وقتی که خطا کنم مرا می بخشد و چون نیکی کنم مرا پاداش می دهد. خدای مهربانم غمهای مرا دور کن، ناامید نشو، امید خود را از دست نده. از برای الله خواهش میکنم که حاضر برخیز و طهارت کن و 2 رکعت نماز خوان و در سجده دور و دراز ایستاده در حضور الله گریه کن و با قلب پر از احساس محبت، نیازمندی، شکستگی به سویش رو بیاور و به کوتاهی و ضعف خود اعتراف کن. یقین داشته باش که الله هرگز در هیچ ساعت چه شب و چه روز دروازه توبه را برایت نمیبندد. واقعا میخواستم باز درباره راه‌های درمان غفلت سخن گویم، درباره قرائت قرآن، ذکر الله، همنشینی با آدمان خوب، مسئولیت هر عائله مسلمان، مسئولیت مسجد، مسئولیت تربیوی، مسئولیت اینترنت و واسطه‌های اخبار عامه، در درست جایگیر کردن عامل‌هایی که ما را به الله نزدیکتر می‌کند. برادران عزیز، از الله امیدوارم که در این برنامه که از اساس‌های بزرگ، نشانه‌های غفلت، مهمترین سبب‌هایی که ما را غافل می‌کند و مهمترین راه‌های درمان که ما را از خواب غفلت بیدار می‌کند ذکر نمودم. در پایان صحبت ما یک چیز مهم را به برادران و خواهران عزیزمان توصیه و تأکید می‌کنم که در این زمان پرفتنه چقدر ارزشمند است نماز شب را ترک نکنید. به نمازهای فرض پایبند باشید و نماز شب را ترک نکنید. شب شادی بندگان است که الله را دوست می‌دارند و بهار بندگان است که مشتاق الله هستند. الله بندگان دارد که همان گونه چوپان مهربان گوسفندانش را میچراند، آنها نیز سایه ها را میپایند و همان گونه که پرندگان مشتاق لانه هایشان هستند
آنها انتظار رسیدن غروب آفتاب هستند و وقتی که شب فرا رسد و فرش‌های خواب پرتافته شود و هر دوستدار با دوست داشته‌اش تنها شود، آنها در پیش الله ایستاده پیشانی‌هایشان را به زمین می‌گذارند و با پروردگار خود راز و نیاز می‌کنند و قرآن می‌خوانند و از او لطف و فضلش را طلب می‌کنند. سوگند به الله، اولین نعمتی که خداوند به آنها عطا می‌کند پاره از نور خود را در دل‌هایشان می‌گذارد. از حسن بصری پرسیدند: چرا آنهایی که نماز تهجد می‌خوانند چهره‌های روشن‌ترین دارند؟ جواب داد: زیرا شب‌ها با پروردگارشان تنها می‌مانند و الله آنها را با نور خود منور می‌گرداند. این فضل الهی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نماز شب را یعنی تهجد را بخوانید، زیرا آن از سنتی عادت صالحان پیش از شماست و عمل است که شما را با پروردگارتان نزدیک می‌کند و سبب آمرزش گناهانتان می‌شود و شما را از گناهان دور می‌سازد. این چنین دعا را فراموش نکنید. از دعا غافل نباشید. بله، بسیار دعا کنید. بسیار دعا کنید. خود را نیازمند درگاه الله کنید. الله تعالی می‌فرماید: به من دعا کنید تا دعای شما را قبول کنم. هر چیزی را که می‌خواهی از الله تعالی طلب کن. از الله هر چی می‌خواهی طلب کن. خواه شب و خواه روز دست برداشته از او طلب کن. عبادت دعا است. دو عبادت است. دعای عبادت است، دعای دین است. دعا چیزی است که الله تعالی قرآن را با آن که سوره فاتحه است شروع کرده است و سوره ناس که دعا است آن را تمام کرده است. جامعه امید به بر کردم. در هنگامی که مردم خواب بودند از مشکلاتم به الله شکایت کردم. خدایی که در هر سختی امید به او دارم و به او توکل میکنم که رنجهایم را از من دور میکند. با تضرع دستانم را به سوی تو میبرم، زیرا تو بهترین ذاتی هستی که دستان به سوی او دراز کرده می شود. پروردگارا، دستان مرا خالی بر نگردان، زیرا سخاوت و بخشش تو به هر کسی میرسد. اگر در بیان مطلب به هدف رسیده باشیم آن را از فضل و کرم الله تعالی میدانم و اگر به خطا یا اشتباه راه داده باشم آن را نسبت به نفس خود و وسوسه شیطان میدهم. الله و رسولش از این پاک هستند. به الله از پولی که بعضی را به بهشت میبرد و بعضی را به دوزخ میاندازد پناه میبرم. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياة